السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کفر نشود، از پدرم تو را بسیار دوست می دارم. خواهش التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می کردید، بسیار خوب می شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چی را استعمال می کنند؟ البته خداوند همه ما و شما را از عذاب دوزخش نگه بدارد و از وارد شدن به دوزخش نگه بدارد و انشاءالله در باب این دوزخ و بهشت خدا خواسته باشد صحبت ها میکنیم. الحال من به شما خبر میدهم آیت را از خوراک دوزخیان که دوزخیان چی خوراک دارند. خدا میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: تسقى من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. صدق الله العظیم. وقتی که این دوزخی ها تشنه می شوند از حرارت دوزخ، وقتی تشنه می شدند، تسقى من عین آنیه، از آب داغ، از آبی که خیلی گرمی و حرارت وی هیچ دیگر حد و کنار ندارد، از همان آب حرارت دار در حلق آنها می ریختند. تسقى من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع. این دوزخی ها طعام نمیخورند مگر ذریع میخورند. مفسرای قرآن میگویند ذریع این یک علفی هست، یک خاری هست که هم تلخ است و هم بوی دارد، که این اشترها در همان عربستان میخوردند. این خار بویناک و تلخ خوراک دوزخی ها بدهند. وقتی پیغمبر خدا میگد این آیت خواندن، مفسرای قرآن میگویند مشرکای عرب گفتند مادامی که ذریع همین خار که خوراک ما باشد باکی ندارد، اشترها را بینید همین خارها را میخورند، چقدر فربه هستند، چقدر چقان هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ دوام آیت خواندند: لا یسمن ولا یغنی من جوع. این خاری که در دوزخ است، این خار بویناک و تلخی که در دوزخ است، لا یسمن، این فربه نمی کند، ولا یغنی من جوع، و گرسنگی شما را دور نمی کند، شما دائم گرسنه هستید. این از خوراک دوزخی ها. از این ده هم بدترش هم در آیت های کریمه آمدگی است که حتی آبشان از همان زرداب زیناکارها هم میگویند که زیناکارهایی که در دنیا زینا کردند، وقتی اینها زرداب بدنشان که میریزد، این آب جمع می شود در دوزخ و برای دوزخیان استفاده می شود. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم، میخواهم جوابش را با پررگی گیرم. شخصی از خدا قسم خورد که من دیگر قماربازی نمی کنم، لیکن کرد، بگوید که گناهی و چیز؟ خدا در قرآن میگوید: استعیذ بالله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. و درستی این که عرق نوشی، میسر قماربازی، انصاب و ازلامش فالبینی و بت پرستی، رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر تو از عذاب خدا بخواهی که ایمن بیابی، از این چهار چیز دور شو، تو در عذاب خدای خودت گرفتار نمی شوی. کسی که قماربازی میکند، البته به البته وی وارد دوزخ میگردد. کسی که عرق نوشی میکند وی وارد دوزخ میگردد. کسی بت پرستی میکند، فالبینی میکند وی وارد دوزخ میگردد. زیرا این عملهای پلیدی هستند که این بنده به آنها چنگ زده است. عیب است که وقتی که امروز فرزند مسلمان نماز میخواند، خدا میگوید، مسجد میگوید، باز قمار بازی میکند. از پول قمار باز شکار میکند، باز معرکه میکند، نان میکند، خیر احسان میکند که خداوند به این پول حرام احتیاج ندارد. فرزندها گرسنه و عائله ناآرام و این باشد قماربازی دارد.
حضرت عمر خیام به ما و شما صدای خروز سحر را تحلیل میکند، معنی داد میکند که وقتی شما سحر بیدار میشوین و صدای همان خروز به گوش شما میرسد، آیا میدونید که وی چی میگوید؟ اراده او چیست؟ فریاد زدن او چی معنا دارد؟ دانی که سپیده دم خروز سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ یعنی که نمودند در آینه صبح، از عمر شب گذشت تو بی خبری. حضرت گفتند معنای نوحه خروز سحر این است که ای امت محمد، همه شما آگاه باشین که از عمر شما یک شب دیگر با سپری شد. البته از هفته تا هفته از حیات ما و شما هم باز 7 روز یا 8 روز دیگرش سپری شد. معنای ای را دارد که ما و شما باز یک هفته به سوی اجل خود نزدیک شدیم. لیکن شکر به سوی خدا که این روزهایی که از ما و شما سپری می شود در عبادت خداست، در فکر خداست، در محبت پیغمبر و در محبت مسجد است. انشاءالله این روزها برای همه ما و شما روزهای نورانی می باشند. جمعه پیشین مهمانها را ما و شما گسیل کردیم و از صحبت اونها، از آواز شیرین اونها ما و شما لذت بردیم و امروز وعده کردیم که از بس که بی‌نهایت سوالهای زیاده که یک قسمش نزد من هست و شما جواب میگویم، باز از این دم دیده زیادتر در خانه منتظر جواب هستند و بعضی سوالهای هستند که اونها را ما جواب نمیگیم. وقتی که کدام شما سوال شما جوابش نیافت، میتونین که مراجعت کنین و سبب جواب نگفتنش را به شما البته میفهمانم. زیرا بعضی سوالهای هست که البته اون هم خلل پذیر مسجد است، هم خلل پذیر در حق ماست. برای همین از شما خواهش دارم کدام شما اگر میخواهین که سوالهای شما که صدا نداد مراجعت کنین، انشاءالله جوابش را رو پرو به شما خبر میدهم. و جمعه آینده خدا خواسته باشد باز تاریخ همون حضرت امام ابو حنیفه امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه را که فقط ما و شما از تولد وی آگاه شدیم، خدا خواسته باشد از قصه های او برای شما خبر میدهم. السلام علیکم داملای عزیز. السلام علیکم داملای عزیز. آیا چرا در بین مردم قمری یا موسیچه میگویند مردم نمیخورند؟ آیا این حلال است یا حرام؟ موسیچه یا قمری میگیم ما و شما، اینا حرام نیستند. البته سبب نخوردن قمری، سبب نخوردن و دیگر پرنده های مثل همون فلاشترکی که ما و شما میگوییم از خاطر آن است که اینها پرنده های هستند که آزار اینها به هیچ کس نمیرسد. پرنده های بی آزار که هستند ما و شما با اینها هیچ دخالت نمیکنیم، اینها را شکار نمیکنیم و الا برای ما و شما حلال هستند. همه پرنده بغیر آن پرنده هایی که وحشی هستند و قاب و کرگس و دیگر پرنده هایی که با نول و با پنجه خود شکار میکنند، اونها در حکم همون حیوان های حرام میدرآیند. بغیر اونها تمام پرنده برای ما و شما دیگر حلال است. از آن جمله همین قمری که هست میتونیم ما و شما شکار کنیم و یا در جان خود استفاده کنیم، این گناهی نیست. یک روز دیگر یک برادر سوال دادند که آیا همین کفتر حلال است؟ کفتر هم از جمله آن چیز است که مردم ما تناول نمیکنند. البته حلال است.
میتونین شما استفاده کنین کفتر را. کفتر یگان جای وبال ندارد، یگان جای گناه ندارد، لیکن فقط ذبح شرط است. چی در قمری، چی در گنجیش، چی در کفتر، اگر با دستون گردنی وی جدا کنین وی حرام است، او را خوردن نمیتونین. با دست یعنی گردنی او را کندن به غیر کارچه این حرام است. فقط میتونین که کفتر است، قمری است، گنجشک است، فقط به واسطه تیزی، یا تیزی سنگ باشد یا تیزی کارد باشد، خواه زن باشد خواه مرد باشد، در ذبح فرقی ندارد، ذبح کرده استفاده کنید، جایز است، درست است. و الا به دست خود اگر گردنی را کندین یقین دانین که وای دیگر چی است؟ حرام است، وای خوردن نمیتونید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان دائمی شما می باشیم. می خواهیم که با این سوال ما با پررگی جواب گردانید. در مسجد محله ما جوانان زیاد ذکر خدا را به جا می آورند و در مسجد گپ دنیایی را بسیار می گویند. می دانند که در مسجد گپ دنیا گناه است، اهمیت نمی دهند. التماس با پررگی جواب دهید. با احترام، یک گروه جوانان مسجد. برادر عزیز، در تمام دنیا در مسجد گپ دنیا می رود، در تمام دنیا، چه در مسجد شما، چه در مسجد ما، چه در مسجدهایی که در همین شهر دوشنبه ما و شما، در کجایی که نباشد مسجدها خالی از گپ دنیا نیستند. زیرا پیغمبر خدا گفتند زمانی می شود که مسجدها تا جایی که ذکر خدا گفته شود به گپ دنیا مبدل می گردد. این معجزه پیغمبر خدا بود، این کرامات، این معجزه از جانب پیغمبر خدا بود که اون چکار کرد. امروز تأثیر او را ما و شما دیده ایستاده ایم. لیکن یقین دانیم که کسی که در مسجد داخل شد آداب مسجد رعایت نکرد، یعنی با پای راست باید درآید، خداوند ما طلبگار فضل تو هستیم گفته می درآید و می نشیند، تحیه مسجد می خواند وقتی تحیه مسجد باشد و با ذکر خدا مشغول می شود. اگر گپ دنیا گفت، این حدیث پیغمبر است که 40 ساله اعمال نیکش همش حبطه می گردد. 40 ساله شما یک روزه عمل خیر دارین یا ندارین این خدا می داند. وقتی اینقدر زحمت میکشین، اینقدر مهنت میکنین، باز گپ دنیا در داخل مسجد که گفته شد، یقین دانین که مکافاتش انا همین است که عملهای خیر شما همه بیکار شد. حتی حضرت عمر دوره های خلافتش میگد وقتی که از پس مسجد 2 مهمان از طائف بودند، وقتی صحبت داشتن با گپ دنیا، حضرت میگد فریادشان زد نزد من بیایید. گفتن شما از کجا هستین؟ گفت ما از شهر طائف هستیم. گفتن قسم به خدا اگر شما مهمان هستین و احترام دارین و الا مهمان نمی شدین، چنان آواز شما را می برآوردم که تمام مدینه می شنید. شما حق ندارین که در مسجد گپ زنید. امروز گپ زدن در مسجد عیب همون اساسش عیب همون پیشوای هست که در همون مسجد امام خطیبی دارد. وقتی داخل مسجد شد، امام خطیب 1 ساعت معین کند که مردم فقط به گپ خدا و با گپ پیغمبرش آموخت کند، صحبت‌های مثال کتابی رود. انشاءالله این صحبت‌های دنیای از بین گم می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. اکای حاجی میرزا، یک سؤال دارم. من نماز میخوانم، پدرم نمیماند، مرا چیکار کنم؟ یعنی البته وای به حال همون پدری که فرزند خدا برای نماز خواندن اجازت نمیدهد. تمام مردم مسلمان تمنا دارد که فرزند او نمازخوان شود، تا جایی که پدر خود اصلاح شده باشد. خود باید که در نماز باشد و باید خود پدر مسئول است که فرزندها را نمازخوان کند. امروز این مصیبت بین که پدر نماز نمیخواند، بازم این با فرزند نمیگذارد که نماز خواند. سوره مدثر اگر آیت‌های آخرش شما تلاوت کنین، خداوند میگفته است کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر.
بنده های نمازخوان وقتی که وارد جنت می شده است، خدا می گوید، من مختصرا یک خلاصه شیره این آیت به شما می گویم، وقتی بنده های نمازخوان، بنده های جمعه خوان، بنده های خدا ترس وقتی که وارد جنت می شوند، یتساءلون عن المجرمین، از این پدر بینماز می پرسید از همون بچه نمازخوان، ما سلککم فی سقر، پدر چرا تو وارد دوزخ شدی؟ گناهکارها را می پرسیدند، جنتی ها با یکدیگر ملاقات می کردند، چرا تو وارد دوزخ شدی؟ آنها چی می گفتند؟ قالوا لم نکو من المصلین، ای وای به حال ما که ما از جمله بندگانی بودیم که در دنیا نماز نمی خواندیم. لم نکو من المصلین، ما از همون طایفه بودیم که در دنیا نامان مسلمان بود، بچه ما نماز میخواند، مادر ما نماز میخواند، لکن خودمان خدا زده بود و از این نماز دور بودیم، فکر میکردیم که بی نماز مسلمان است، لیکن امروز خداوند با سبب این بی نمازی ما را وارد دوزخ کرده است، دیگر از اینجا خلاصی برای ما نیست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له، این حدیث طبرانی است. حضرت گفته است که همین آدم بی نماز هیچ قدر در اسلام ندارد. لا سهم فی الاسلام، بی قدرترین، پلیدترین، افلاسترین بنده در روی دنیا کسی است که لا صلاة له، کسی از نماز ندارد. گفتم پیغمبر العهد الذي بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، این حدیث پیغمبری خداست. من عهدی که با شما کردم ای امتی مسلمان، پیغمبر میگوید همون عهدی من، پیمانی من با شما آن زمانی هست، آن زمانی من پیغمبری شما هستم، آن زمان شما امتی من هستید که در بینتان نماز داشته باشید. فمن ترکها فقد کفر، کسی که نماز ترک کرد، گفت پیغمبر، عهد و پیمان برید و اسلام ندارد و مسلمان نیست. این حدیث پیغمبر شماست. در باب تاریک الصلاة در کتاب مکاشفة القلوب امام غزالی وارد شده است. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. حضرت حافظ شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. همین شیطان رانده شدنش از درگاه پروردگار به چی خاطر بود؟ به خاطر که وقتی خدا امرش کرد آدمی که من آفریدم سجده کن، گو خلقته من طین و خلقتنی من نار، تو مرا از آتش آفریدی، این آدم از خاک آفریدی، آتش از خاک افضل است، من این سجده نمی کنم. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. شیطان هزارها بار، همین شیطان مردود ملعونی مرجوم از آدم بی نماز میگد 1000 مرتبه بهتر است، زیرا که این شیطان آدم سجده نکرد، لیکن این بنده باشد خدا را سجده نمیکند. وای به حال همون پدری که این گونه فرزند باز می‌دارد. من برای شما توصیه میتونم همه فرزندان لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این حدیث پیغمبرتون است. پدر و مادر را گوش نکنین در حالتی که شما را به گناه اگر دعوت کنن، وقتی شما را از کار ثواب میخوان که باز دارن، شما اونها را اطاعت نکنین. گفته است پیغمبر شما نه عاق میشین نه گناهگار میشین، بلکه ثواب میگیرین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. آیا پادشاه را دشنام دادن گناه است؟ البته آدم ابله پادشاه را دشنام میدهد. پادشاه را دشنام دادن این غیرت ما و شما را نشان نمیدهد. اگر عقیده ما را فهمیدنی باشین، اگر فهم ما را در همین مسئله فهمیدنی باشین، من به شما توصیه میدم که مثل پیغمبرتون رفتار کنین که در حق دحیه کلبی دعا میکرد.
شما دعا کنید که خدای مهربان پادشاه ما را عدلش زیاد بگرداند. خداوند این پادشاه ما را تمام عملهای خیرش چیکار کنه؟ برآورده بگرداند. بالای رعیتش خداوند نگاهش بدارد. این است وظیفه هر کدام ما و شما. پادشاه را دشنام دادن این گناه است، البته گناه است. چی جای ثواب دارد؟ علل خصوص همین پادشاهی که امروز بالای سر ما و شماست. این جهادی که این پادشاه ما و شما کرده است، چی در قزاقستان، چی در مالزیا، چی در امریکا، که اسلام را شما با تروریسم ارارش نکنین گفتند. این سخن یگان شیخ عرب نگو، بلکه پادشاه ما و شما گفت. آبادانی هایی که از دست پادشاه ما و شماست، همه ایره شما میبینید. جای ایره بیان کردن نیست، چه از کشادن مکتب ها، چه از کشانیدن بیمارخانه ها، چه از دیگر عمارت هایی که الحال در اطراف ما و شما رفته ایستاده است. باید که با قدر نیکی البته این پادشاهی که امروز بالای ما و شماست، همه ما و شما برسیم. در حقش دائم باید دعای خیر کنیم. همین آبادی که الحال در مسجد است، همین توده مردمی که جمع بشود، همش البته اگرچه فضل خداست اول و آخر، لیکن برکات این ایشان هم هست. السلام علیکم داملای عزیز. قرآن در روی قبر خواندن درست است؟ یک نفر امر معروف کرد و گفت که آیت بالای قبر این عادت مردم، نه فرمان خدا. این هزارها نامعقول کرده. شما همین الحال همین بعض جوانهای برآمده است که آیت بالای قبرم انکار میکنن و شما را مثال خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند که رفتار کنید، اینها را گوش ندهید. شما همون امام خطیب ها را گوش کنید. همین علمایی که امام خطیب هستند، پیشوا هستند، همونها را گوش اندازید. به هر یک جوان قد کوچه شما اهمیت ندهید. رسول اکرم میگوید که این حدیث ابو داود را روایت میکند: اقرأوا علی موتاکم یاسین. اینا پیغمبر خدا گفتند شما بالای مرده هاتان، بالای پدر و مادر و اولاد اجدادتان سوره یاسین بخوانید. چرا نادرست است؟ از همه شما برادرای عزیز، من خاصه همین مذهب ابو حنیفه را برای چی به شما حکایت میکنم؟ زیرا که بعضی از برادرای ما و شما امروز پیدا شدن خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند رفتار کنند. میلش کردن بگیرن، همونش هم سنت، لیکن همین فتنه و جنجال و نافهمی را در بین مردم پیدا میکنن. گاه دستها را تا راستی کتفا میبردارن، گاه آمینی بلند میگویند. حالا که رسول اکرم که ابن مسعود راوی این حدیث است میگوید 4 چیزی هست که باید پس گفته شود. اینم حدیث پیغمبر خداست: التعوذ والتسمیه والتأمین والتحمید. اعوذ بالله پس گفته شود، بسم الله پس گفته شود، آمین پس گفته شود، ربنا لك الحمد پس گفته شود. این حدیث پیغمبر است. برای کسی لازم است مرحمت کتاب نزد ماست. با بلند گفتن آمین عرقخریب من می شود، با بلند گفتن آمین زنا من می شود، به حیایی قد می شود، نه قد نمی شود. مردم عقیدهش بیدار کردن در کار، مردم در نماز درست کردن در کار. همه این مسئله بعد حل خودش می‌یابد. هر مسئله که ابو حنیفه اخذ کردن همش با حدیث است، همش با آیت قرآن است. حتی همین آمینی پس ده حضرت دلیل دیگرش ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، صدق الله العظیم. آیت دلیل کردن که خداوند میگوید دعا را شما دائم پس بخوانید، که حضرت گفتن آمین از جمله دعاست، باید دعا پس گفته شود. این حدیث احمد، ابو داود، حاکم و حدیث حسن است. من چیشم نویساندم، همون اقرأوا علی موتاکم یاسین، بر مرده هاتان شما سوره یاسین خوانیم بالای قبر شونده. اینا هم احمد روایت کردن،
هم ابو داود روایت کردن، هم حاکم روایت کردن، هم حنان هم را روایت این حدیث کردگان و حدیث حسن است اگر اهل حدیث فهم باشد. السلام علیکم بابای حاجی، آیا در توی آیت خواندن جایز است یا نه؟ البته جایز است. امروز همین عقیده ویران در ما و شما پیدا شده است که فقط قرآن در مرده استفاده میکنیم، در زنده نی. روزهای توی چرا ما و شما آیت قرآن نمیخونیم؟ در معرکه ها میریم، خوراک میخوریم، دعا میکنیم و آیت نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ من استمع الى آیت من کتاب الله فله حسنه گفته است پیغمبر. کسی که اگر آیت قرآن گوش میکند، کسی آیت قرآن میخواند، از برای اون نیکی میرسد. باید که البته در همون خاندان عروس است، شه است، باید که آیت خوانده شود و اونها را باید که ما و شما دعا بتیم. برای مرده لازم بوده است و برای زنده لازم نبوده است. جایز است.